کیا میخواین زندگیشون یه تغییری بکنه؟ برای اینکه زندگیتون عوض بشه جدی هستید یا نه؟ معنیش اینه که یه چیزی در شما باید عوض بشه. ببینید ما خیلی دوست داریم که یه معجزه‌ای بشه و زندگی ما عوض بشه، ولی اون موقعی که خدا میگه من ترجیح میدم اول تو عوض شی، چون خیلی از مسائل ما به خاطر اشتباهات خودمونه. میخوایم صبح که از خواب بلند میشیم احساس خوبی داشته باشیم، مصمم باشیم که به محض اینکه پامون رو زمین گذاشتیم شیطان نتونه تو سرمون بزنه و خدا ازمون برای کمک کردن به دیگران استفاده کنه. وقتی دعا کردیم به خدا اعتماد کردیم، ببینم کیا میدونن که به خوبی از خودشون مواظبت نمی کنن؟ اون وقت 70 تا 80% دستشون رو بالا بردن. خدای معجزه‌گره، ولی اعتماد به اون کافی نیست. همینطور باید کار درست رو هم انجام بدیم. حقیقتا من امروز باور دارم، با خلوص نیت دارم میگم، من نگران مردمی هستم که به خودشون نمیرسن. یعنی آیا واقعاً، جدا میگم، واقعاً پول بیشتری ساختن به قیمت خودکشی کردن میارزه؟ به آب آتیش زدن؟ نمیشه به خدا فقط اعتماد کرد. باید بگیم خدای چیزی هست که ازم بخوای عوض بشم و بکنم.